راجع به اینا هم صحبت بکنیم. یکیش چیه؟ یکیش این خود مداره. وقتی که ما میگیم مدار، منظور از مدار چیه؟ ببین مدار یه مسیر بسته هستش. ببین از این قسمت شروع کردیم، اومدیم از این مصرف کننده رد شدیم، دوباره برگشتیم به نقطه شروع. پس مدار رو ما چی میگیم؟ مدار از یه نقطه شروع بکنم بدون اینکه وسط قطعی باشه، کامل این مسیر رو برم دوباره برگردم اون نقطه شروع، اینو بهش میگم مدار. پس مدار یه حلقه هستش، اصطلاحاً یه مسیر بسته هستش. خب این یه مفهوم. اگه شما مثلا توی مدارتون، مثلا یه مدار، یه باتری بیاد این قسمت یه قطعی پیش بیاد، خب یه قطعی پیش بیاد، این قسمت مثلا به این حالت باشه، اینجا مثلا بیاد، برگردم دوباره رو پن، اینجوری یه قطعی پیش بیاد، دیگه این مدار نیستش، این اسمش مدار نیست، چون که اینجا قطعی داریم. گفتیم از یه نقطه شروع بکنیم دوباره برگردیم به اون نقطه بدون اینکه وسط ما پاره